فعلا در افغانستان اگر یک جوانی بخواد کارآفرینی بکنه و کسب درآمد بکنه کدام راه وجود داره؟ خب در هر کاری که کارآفرینی بکنه، در هر کار، چه کار کوچک باشه چه یک کار بزرگ، باز به یک جایی میرسه صاحب یک درآمدی میشه و او کارش رشد میکنه. ولی سه کار خیلی عمده و اساسی پر درآمد است در افغانستان در افغانستان و در هر جای دنیا، نه تنها افغانستان. چیزی که تولید شد پس به مصرف برسه. اون سه کار مثلا عمده چی است؟ بخش تولیدی، یکی مواد خوراک. شما ببینید هر روز انسان نیاز داره غذا بخوره. بخش غذایی بله. تولید میشه پس دوباره نیاز میشه که تو تولید کرده بشی چون به مصرف میرسه. دوم دارو. انسان نیاز داره که به دارو احتیاج 100% هست. انسان هیچ نمیتونه از بیماری جلوگیری کنه، البته واقعی شرط است ولی باز هم پیش میاد. دارو هر چقدر تولید بکنی پس مصرف میشه. واسه اون لباس ما به این خاطر آمدیم هم در عرصه دارو سرمایه گذاری کردیم و هم در عرصه لباس. یک غذایی مانده یک غذایی مانده که انشالله غذایی را ما مد نظر میگیریم.